سلام، خوش اومدید به یه ویدیوی جدید. امروز اومدیم که با هم دیگه تنظیمات خفن و زیدی وارزون رو فعال کنیم تا توی بازی انمیا رو بچوبیم. خب اولین کاری که باید بکنیم اینه که چیکار کنیم؟ تنظیمات رو واکن. ستینگ رو که وا کردیم میریم توی چی؟ اینترفیس. اینجا این سه تا گزینه رو فعال میکنیم. بگو چرا؟ واسه اینکه پینگ و پکت لاست و ساعت رو ببینیم. حالا این ساعت رو میخوای فعال نکن، این ستا رو فعال میکنی. پایینی هم اگه فعال نبود که فعال 100%، اونم فعال کن. بعد اینکه این کارا رو کردیم میای تو گرافیک. حالا نت ما رو نگاه. حالا توی گرافیک چیکار میکنیم؟ توی گرافیک میایم تو کوالیتی، تمام این گزینه ها رو خاموش میکنیم برای اینکه دید ما تو بازی بهتر شه. این شکلی تار نباشه، این شکلی تار نباشه. اینا رو که خاموش کردین میاین تو ویو اینو، این عدده رو از 90 بر شما 90 از 90 میکنیمش چی؟ 120. اینجوری هم FPS همون میره بالاتر، همین که بهتر بازی میکنیم، روونتر میشه، لگ هم نمیگیریم دیگه. ارزم به حضورتون اینه که میاد اینجا، حالا بر من کنترل موسه ولی بر شما حالا کنترلره، نمیدونم. اینجا من سنسیتیویتی موسم 6 و 80، بقیه‌ش هم اینه، اگه خواستین بردارین. من چون موسیورد دارم بازی میکنم، سنسیتیویتی کنترلر ندارم، ولی موس 6 و 80 بذارید، خفن دیگه. یعنی نرم هم نه خیلی سریعه نه خیلی کنده، یه چیز خوبه که راحت میتونید باش ایم بگیرید. بعد حالا الان بریم یه تست بگیریم که ببینید چی جوری شده بازیتون. نگاه کنید بازیتون از حالت اولیه به این چیز، به این حالت تغییر پیدا کرده. الان دوباره من همون تنظیمات رو میذارم، تنظیمات اولیه که براتون هست رو میذارم، ببینید بازی چه شکلی. حالا اینه که هیچی، تو گرافیک کوالیتی اینا رو فعال کنید، ویو رو هم بکنید 90. الان میبینید، نگاه کنید بازی این شکلی میشه براتون. بازی براتون این شکلی میشه که خیلی دیده آشغال، آدم سردردم میگیره، اصلا هیچی نمیفهمی. ببینید چجوریه. ولی حالا تنظیماتی که من بهتون گفتم اجرا کنید. اینا بذارید سر 90، کوالیتی اینا رو همه رو خاموش کنید. حالا بیاید تو گیم تست رو این خدا وکیل نگاه کنید، راحت اینا رو واسه خودتون میچوبید و میبوسید و میذارید کنار. یه ماچی اصلا میکنید اینجوری و دیگه تموم. خیلی راحت. ای بابا دیدی این شکلی راحت انمیا رو میچوقین و میبوسین و امور از این ویدیو. امیدوارم که لذت برده باشید دیگه، که تنظیمات رو حتما بذارید. اگر اینکه حالا دوست داشتید تنظیمات رو بذارید، خیلی تنظیمات خوبیه. بعد اینکه بازی تو خیلی بهتر میشه، انمیا رو هم میچوقید، مخصوصا اگه مانیتورتون 60 هرتزه. اگه مانیتور 60 هرتزه حتما بذارید که دیدتون بشه مشتی. آقا این بود از این ویدیو، امیدوارم که لذت خالص رو برده باشید این ویدیو. فعلا خداحافظ.